این یک کیک سیب معمولی نیست، بلکه بهترین کیک سیب وارونه امضای خانم مرادیه که اگه توی این عصر بهاری با یه فنجون چای میل کنی میفهمی که چه کیک شگفت انگیزی. نهمین آموزش رایگان کیک مدرنمونه و فقط یکی دیگه مونده. برای شروع اول باید شکر رو کارامل کنی. آب و شکر رو داخل تابه استیل یا مسی بریز و روی حرارت ملایم هم بزن تا شکر حل بشه. حالا اجازه بده تا شکر کم کم کارامل بشه. به این روش میگن کارامل خیس. وقتی تمام دونه های شکر ذوب شد، کره دمای محیط رو اضافه کن. حالا کف قالب 22 سانتی رو کاغذ روغنی بنداز و کارامل رو داخلش بریز. این کارامل حالت دو فاز داره و سریع سفت میشه که کاملا طبیعیه. سیبای زرد رو به صورت ورقه های نازک اسلایس کن و روی کارامل اینجوری خوشگل بچین. روی سیبا هم دارچین بریز. برای مواد کیک اول آرد، بیکینگ پودر، جوز هندی، دارچین و نمک و با هم الک کن و کنار بذار. سفیده ها رو به همراه کرم تارتار بزن تا کمی فرم بگیره. شکر رو کم کم اضافه کن و هم بزن تا به مرحله قله خمیده برسه. حالا زرده ها و بعد وانیل رو اضافه کن و با دور کند هم بزن. روغن و عسل رو داخل ظرفی بریز و یکم از مخلوط تخم مرغ رو بهش اضافه کن و هم بزن تا یک دست بشه و بعد به مواد داخل کاسه اضافه کن. در آخر مخلوط آرد رو کم کم اضافه کن و با دور کند در حد همگن شدن هم بزن. حالا مواد کیک رو آروم روی سیبای داخل قالب پخش کن و بعد قالب رو بذار توی فر تا بپزه. فقط ببین چه رنگی داره این کیک. عینی پنبه نرم و لطیف است. و این شد یکی از بهترین رسیپی هایی که خلق کردم. حتما این کیک سیب رو امتحانش کن و نتیجه کار اینجا برای من کامنت کن.